سلام، ایشالا که همیشه برقرار باشید. آقا از وقتی که این سیخ تحریم‌های جدید به پهلوی ولی فقیه و شیخ پری فرو رفته، وضعیت چپن در قیچی باندای نظام آشفته تر شده. تیریش ناله میکنه که آخ عجب سیلی بود. تحریم جدید 8 شخص حقیقی و حقوقی و 20 شرکت ایرانی. تحریم هایی که سایت شبکه آمریکایی فاکس نیوز در تیتر خود گستاخانه آنها را سیلی به صورت ایران ارزیابی کرد. تحریم های جدیدی که بعد از توافق ژنو هم پایان نیافته و حتی هشدار هفته قبل عراقچی برای کنترل آنها مؤثر نبود. اگر در آینده بخواد ادامه پیدا بکنه هم مسلما ما عکس العمل نشون خواهیم داد. آها، موشکاف دنبال همینه. میخواد ببینه باندای پریشون نظام بعد از این تحریم‌های جدید چه عکس العملی میخوان نشون بدن. اول بریم سراغ دلواپسان ناخوش احوال نظام که طبق معمول از دست شیخ پری شکارن و دنبال وا کردن قلادهان. ایران فعلا امتیاز نقد بدهد، وعده نسیه برای آینده بگیرد. محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا به سیاق 10 سال پیش در ازای مطالبه امتیازات نقد در مذاکرات هسته‌ای با ایران وعده نسیه می‌دهند. یکی دیگه از ورق‌پاره‌های باند خامنه‌ای هم پاک قاط زده و ظریف مریف و حسابی مالونده. غزه ایست به شرط رفع حصر و بدون خلع سلاح. موافقتنامه ژنو ایست بدون رفع حصر همراه با خلع سلاح. در کشور نگاه عموم به وزارت امور خارجه با نگاه مذاکره با رویکرد سازشکاری و وادادگی همراه است. یادتونه علی گدا پسبری شبا به شیخ پری میگفت نزار نظام دو قطبی بشه؟ حالا الان موشکاف یه چشمه از نظام دو قطبی رو نشونتون میده که کامل گوشی دستتون بیاد. این یکی ورق‌پاره به ممجواد زخیم و وزارتش گفت واداده و سازشکار. حالا شیخ پری رو ببینید که چجوری همین ممجوادشو به عنوان شاگرد اول کابینه معرفی کرده و براش پپسی هم وا میکنه. برای شهید رجایی به منظور قدردانی از مدیران و کارکنان نمونه دولتی با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شده است. امور خارجه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف تشریف بفرمایید. شکست شدن بنبست در مذاکرات هسته‌ای، تعامل و تحکیم با کشورهای همسایه، مقابله با پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی و بهبود تصویر جمهوری اسلامی در افکار عمومی دنیا و شکست سیاست ایران هراسی از مهمترین موفقیت‌ها و دستاوردهای جناب آقای دکتر ظریف است. اینم از عکس العمل قاطعانه شیخ پری در برابر تحریم‌های جدید. این عملیش بود، اینم از کلامیش. تحریم غیرقانونی تجاوز به حقوق ملت بزرگ ایرانه و ما باید با همه توان و قدرتی که در اختیار داریم در برابر این تجاوز ایستادگی کنیم. دلواپسا اسم اینو گذاشتن چند صدایی یا حداقل 2 صدایی. جای این حرفا بیا رو اصل مطلب، یعنی مذاکره. بالاخره بعد از این بزبیاری ها مذاکره آره یا نه؟ ما مذاکره رو ادامه میدیم تا اینکه به نتیجه برسیم. امیدواریم اگر حسن نیت در طرف مقابل باشه ما در زمان باقی مانده به تفاهم و توافق برسیم. تحریم هایی که دیروز انجام گرفته که حالا به تعبیر اونها تحریم جدید نیست و همون تحریم گذشته است که بعضیا دور زدن که به نظر ما کار درستی نبوده، به اصل مذاکرات ما لطمه نمیزنه. شیخ پری که اینو بگه دیگه ورق‌پاره‌هاش هم پشتش همینجوری میان دیگه. نباید همه چیز را پایان یافته تلقی کرد. این دقیقاً روی کردی است که مخالفان تندرو مذاکرات در هر دو سو می‌خواهند. بنابراین اگرچه با این گونه کارهای غیر ضرور در این مقطع
کار برای تیم مذاکره کننده ایرانی دشوارتر خواهد شد، اما باید در چارچوب منافع ملی همچنان استوار و قاطع به مذاکرات ادامه داد. خب دوستان، نتیجه رو من نمیگم، شما بگید. بابا ماشاءالله، هر کدومتون یه پا موشکافید واسه خودتون. بنبست، آفرین، ذلت، آواری کلا، بدبختی، فلاکت، ای بلا. این واکنش شیخ فری، اونم بعد از تحریمای جدید، هیچ معنی غیر از ذلت نمیده. این دفعه نه فقط سر گاو ولایت، بلکه سر گوساله شیخ فری هم تو خمره گیر کرده.